ассалому алайкум бинандагони азиз, имрӯз яъне 23 ноябри соли 2024 маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ доир гашта истодааст. Айни ҳол мо дар ин макон қарор дорем. Бояд қайд намуд ки имсол дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 574 нафар иштирок намуданд ва донишу маҳорати худро дар назди аъзои ҳакамон нишон доданд. Ба маълумоте ки айни ҳол мо дар даст дорем, дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст шаҳри Душанбе соҳиби 42 ҷойи намоён, вилояти Хатлон 32 ҷой, вилояти Суғд 27 ҷой, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 13 ҷой ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ соҳиби 12 ҷой гаштанд. ва бинандагони гиромӣ, мо низ аз номи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Бористон ҳамаи ғолибони ин озмуни бонуфузи сатҳи ҷумҳуриявиро табрику муборакбод мегӯем. хуб, меравем. گلستان است و بستان است بهارش جاودان باشد اگر عالم زمستان است. غالبیت مبارک. رحمت. من اسلام و فرهناز خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 139 به نام ابوعلی ابن سینا شهر وحدت میباشم. من طالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی اشتراک می‌نمایم. من زیاده از 100 تا کتاب خواندم و من طول 2 سال است که در این آزمون اشتراک می‌نمایم. سال اول هنگامی که من نگذاشتم برای سال دوم جدی بر تیاری دیدم. به من پدرم، مادرم و آموزگارم کتاب‌ها را دسترس کردم و من آنها را خواندم و من از آنها می‌نداری به پایان دارم. سلامت باشید. چون اکنون غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است گشتید. چگونه خود را احساس میکنید؟ من خیلی خرسندم و اولین بار است که همون بر روی صحنه میبرایم. من بسیار سال اول امید داشتم که برای روی صحنه برایم، اما نتوانستم، غالب نآمدم و برای همین تیاری جدی دیدم که همین سال با بالای صحنه برایم. آفرین، سلامت باشید. معلم عزیز چی حسیات دارید چون شاگرد شما سزاوار جای دوم گردید؟ بسیار خوشبختم که شاگرد من این سال در این آزمون بانفوذ سزاوار جای گردید و من مینداری خودم را از پیشوای معظم ملت بیان میکنم که با ما آموزگاران و خوانندگان چنین آزمون‌ها را تأسیس دادند و بگذار همه خوانندگان آمده در این آزمون‌ها اشتراک نمایند و سزاوار جای گردند. با شما مبارک باشد دستاورد. غالبیت مبارک. تشکر زیاد. امرالله‌زاده حمیده هستم، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 دهه یاگید به نام سرور امیرجانی ناحیه درواز. از روی کدام نامیناسیون شما سزاوار جای گشتید؟ من از روی نامیناسیون یکم خواندن و زیاد کردن آثار ادیبانی بچگانه و شفاهی غالبیت را به دست آوردم. مبارک باشد. خوب، سال چندم است اشتراک میکردید در آزمون؟ سال پنجم است که من در این آزمون اشتراک میکنم. از صنف ابتدایی این جانب در آزمون مذکور از روی نامیناسیون کودکان و نوجوانان اشتراک میکنم. امروز به مقصد رسیدید؟ بله، امروز به مقصد بار دیگر مبارک باشد. خب، معلم عزیز شما چی گفتن دارید؟ من خیلی خرسندم که شاگردم امرالله‌زاده حمیده در این آزمون یعنی سزاواری جایزه گردید. سلامت باشید و جایزه اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان نیز به شما مبارک باشد. تشکر. کامیاب باشید. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست.
هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت است و هرگز آسان است. السلام علیکم بر همه شخصانی که این حال مرا تماشا دارید. من خواننده صنف دهم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه 4 برای خوانندگان بالای خط شهر دوشنبه هستم و این سال چهارم است که در آزمون مذکور از روی نامیناسیون یکم خواندن و از بر نمودن آثار ادیبانی بچگانه اشتراک می‌ورزم. البته زیربندی صنف 11 و من طول 4 سال است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم. این آزمون یکی از آزمون‌های بهترینی است که من تا به حال شنیدم و دیدم. اشتراک در این آزمون خود یک افتخار است و من فخر از آن می‌ورزم که جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان نورسان چنین آزمون‌ها را در سطح بلند برگزار می‌کند. البته این یک احساس بسیار خرسندی است. هر شخصی که در این آزمون در دور 4 غالبیت را به دست می‌آورد، البته در وی علاقه دو حس پیدا می‌شود. یک حس غالبیت و حس خرسندی و دوم حس هیجان پیدا می‌شود. هر یک برنده‌ای که امروز در آزمون غالب آمد، البته با هم حس هیجان رو برو شد، هم با حس خرسندی که این را هر یک شخص نمی‌تواند که بیان کند در اینجا. اما بهترین حس است. توصیه می‌دهم به هر یک تماشابینانی که عین حال مرا تماشا دارند، این چنین همسالان خود حتما آمده در این آزمون اشتراک ورزند. برای آنکه که این آزمون محض سبب می‌گردد که آنها هم کتابخوان گردند، هم فرهنگ و ملت خود را باز هم خوبتر شناسند. البته باختن در این آزمون این باعث ناامیدی نیست. انسان‌هایی هستند که طول چندمین سال است که اشتراک می‌ورزند اما غالب نمی‌آیند. اما باید روح افزوده نشوند، زیرا میوه صبر شیرین است. غالبیت مبارک باشد. خود را معرفی می‌کردید. تشکر زیاد. تیمیرزاده سویبه هستم، خواننده صنف 4 لیسه رقم 1 شهر کلاب به نام اسماعیل سامانی. سال سوم است در آزمون مذکور از روی نامینات ادبیات کودکان و نورسان آثار شفاهی اشتراک می‌ورزم. من پیش از همه مینداری خویش را به سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانند که برای ما کودکان چنین شرایط‌ها را فراهم کرده است که میتوانیم در چنین آزمون‌ها اشتراک ورزیم و سزاوار جایگاه نمایان گردیم. مبارک باشد. شما خود را معرفی می‌کردید. من نظیره حمیرا هستم، خواننده صنف 2 لیسه دولتی رقم 2 شهر کلاب. سال یکم است که از روی نامینات ادبیات کلاسیک تاجیک اشتراک می‌ورزم. سحر بلبلی حکایت با سبو کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن نارنگی رخم خواندری لفتاد و زینگاشم بخارم مبتلا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد. گر از سلطان طمع کرده خطا بود و از دلبر وفا جستن جفا کرد. خوشش باد آن نسیمی صبحگاهان که در دل شب نشینان را دوا کرد. به هر سو بلبلی عاشق در افغان تنعم از میانی بادی سبا کرد. بشارت بر بکوی می فراشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من کمالی دولت و دین بالوفا کرد. تشکر به شما. غالبیت شاگردان و البته نشان علوچی ماری و علم به شما مبارک باشد. تشکر زیاد. افتخارمند من سرفراز از آنم که در دور نهایی یکی از بانفوذترین آزمون‌های سطح جمهوری که واقعا هم آزمون دانشطلب است، 2 نفر از شاگردانم غالبیت به دست آوردن، یکی در نامیناسیون خواندن و خود کردن آثار ادیبانی کلاسیک تاجیک و دیگر در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی غالبیت به دست آوردن و همچنین تحت غمخوری‌ها و سرپرستی پیشوای معظم ملت به آموزگاران جوان از جمله خود من که حالا در سن خیلی جوانی قرار دارم نشانی سرسینگی علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید که از این خیلی سرفراز و افتخارمندم. مبارک باشد. سلامت باشد. صایب مطلب روی دل است کس که در این عهد روی که نگردد زی کسی روی کتاب است. بنده صادق و شهبانو هستم، خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. غالب دور 4 آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی. در دور نهایی آزمون خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم
و این باعث افتخار من است. طول 5 سال است که در آزمون شرکت می‌ورزم و من نهایت این سال سزاوار جای اول گشتم. فروغ صبح دانایی یعنی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و من یک عالم افسانه است و هرگاه که من صفحه‌های کتاب را باز می‌کنم خود را در عالم افسانوی حس می‌نمایم. به تمام شرکت کنندگان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از تجلی‌های خورشید همایون‌فر قبضه انوار برار و کاماری اهدا می‌نمایم. بیبی مریم مبارک باشد دستاورد و چون عین حال صاحب دستاورد شدید سزاوار جای گشتید در آزمون چی حسیات دارید؟ امروز خیلی خوشبخت و خرسند هستم که در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی شرکت ورزیده سزاوار جای سیوم گردیدم. من موافق نظامنامه آزمون عمل نمودم با دانستن 10,000 مصرع شعری، 158 کتاب، 100 حکایه، 113 افسانه، 111 چستان، 100 تزگویک، 100 لطیفه، 252 ضرب المثل، 20 داستان با پررگی، 50 رباعی، 20 کتاب از ادبیات جهان از بر نمودم. اعضای حکمان به من سوال دادند و من به سوالهایشان جواب گرداندم. من از شفافیت آزمون می‌ندار هستم. می‌خواستیم چند مصرع شعری خوانده باشید. شعر دوشنبه این گلافشانت مبارک از استاد کمال نصرالله. دوشنبه این گلافشانت مبارک، بهشتی سبزی دامانت مبارک. همه جا سبز در سبز و شکوفاست، گلستان در گلستانت مبارک. همه نخل و گل دنیا وطن یافت، در این مرزی پر احسانت مبارک. بی سبزه چوبی خشک هم در این خاک، چونین اعجازی از دانت مبارک. زی چشم طفلکانت نور بارد، چراغانی درخشانت مبارک. در این دنیای ناآرام و بی امن، چونین امنی فراوانت مبارک. بله، معنای تاجیک خیرخواهی است، نکویی از نیاکانت مبارک. چو دیدم تخت رستم نیست خالی، فری نو در سمنگانت مبارک. جوانی بر سر تخت تو آمد، فروغ نور بر جانت مبارک. دیار صلح و عشق و دوست داری، درت باز است مهمانت مبارک. به گردون سر کشیده تخت و تاجت، لیوای بخت تابانت مبارک. امارت در امارت سرفرازی، تو را در شانه این شانت مبارک. سلامت باشید. من گلزاری عبدالقادر دانشجوی کورس سوم دانشگاه دولتی فولاد به نام ابو عبدالله رودکی هستم. سال چهارم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیای خواندن و از برنمودن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک میکنم و این سال در این آزمون سزاوار جای اول گردیدم. میnnتداری به پایان خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌های سطح جمهوریوی را پیشنهاد کردند. السلام علیکم، خود را معرفی می‌کردید؟ بنده احمدزاده فرحبخش میباشم، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 63 شهر پنجگیر. سلامت باشید. مبارک باشد دستاورد. تشکر. طول چند سال است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنید؟ طول 4 سال است که در آزمون با نفوذ فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت می‌ورزم. بهترین. و چه حسیات دارید همکنون که به آرزو و مقصدها رسیدید؟ حسیات خوب دارم که امروز به تمام آرزوهای خودم رسیدم. خب، از روی ادبیات کلاسیک تاجیک اشتراک کردید. آینده چی نقشه دارید؟ بعد از 3 سال باز می‌خواهید در آزمون اشتراک کنید؟ البته. سلامت باشید. معلم عزیز به شما هم مبارک باشد. رحمت کنید. چی گفتنی ها دارید؟ من عبدالله گلناز استقامت کننده شهر پنجگیر مادری فرحبخش. سلامت. من 4 سال است که دخترم رو در این آزمون تیار میکنم. خوشبختانه دخترم این سال مقصدش بررسید. وقتی که دخترم برآمد میکرد من خیال کردم که خودم برآمد میکنم. در آینده نقشه دارم که باز خودم برآمد کنم در این فروغ صبح دانایی کتاب است. با دخترم رو یک بار دیگه تیار میکنم به شاهنامه خوانی. سلامت باشید. البته اشتراک کردن در این آزمون محدود نیست. تمامی نفران، تمامی مردم جمهوری تاجیکستان امکان دارند که نوبسته از 30 سال در این آزمون اشتراک کنند. بار دیگر مبارک باشد دستاورد فرزند شما. من
فخر میکنم که دخترم 4 سال برآمد میکنه و جای در ولایت جای یکم رو اشغال کرد، در وی جمهوری جای سوم رو گرفت. من اشرف‌الدین محمد اقبال هستم. خیلی خرسندم که در آزمون جمهوری فروغ صوبیدانی کتاب است از روی نمینات ایجاد نظم اشتراک کردم و از روی نظامنامه آزمون من به آزمون 20 غزل، 20 رباعی، 10 دوبیتی، یک داستان مکمل، قصیده، رباعی، دوبیتی پیشنهاد کردم و سزاوار جای دوم شدم. من میnnتداری خود را سراول به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسی اصول وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامی رحمان میرسانم که همیشه دستگیر ما جوانان می باشند. چی حسیات دارید؟ خیلی خرسند هستم. راستی چنان حسیاتی هست که هیچ بیان کردن نمیشود و فقط میگویم که به هر منبر که شعرم در دهن شد تمام اضطرابم از سخن شد. نگفتم عشق بالا و زمینی که آیات لبم نام وطن شد. غالیبیت مبارک باشد. تشکر زیاد به همه غالبان مبارک باشد. خلق تاجیک از سوار آفتاب، نور پیوندیم و از اهل کتاب. زند و پازند و اوستا داشتیم، در جهان ما تخم دانش کاشتیم. ای فروغی صبح دانایی درود، جوش زن ای زنده دل ای زنده رود. من قاسمزاده رحیمه خواننده صنف 4 مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیum رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. من از روی نومینیت ادبیات معاصر تاجیک شرکت ورزیده خوشبختانه صاحب جای اول گشتم. من میnnتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون‌های باشکوه را تشکیل دادند. من به همسالانم توصیه می‌دهم که وقتی پرقیمت خود را به کتابخانه صرف کنند و در این گونه آزمون‌ها شرکت ورزند. چند سال شد در آزمون اشتراک میکنید؟ من سال سوم است که در این آزمون شرکت می‌ورزم. 2 سال اول از روی نومینیت ادبیات بچگانه و انا این سال باشد از روی ادبیات معاصر تاجیک شرکت ورزیدم و هم در دور ناحیه هم در شهر و هم در جمهوری سزاوار جای اول گشتم و تا طول امروز 10,000 مصرع شعری و 300 کتاب را از بر کردم. سزاوار جای اول شدن به شما مبارک باشد رحیم. Ташаккур. Я Камарзода Мушарафа, ученица 10 класса лицея номер 1 города Душанбе. Я получила 2 место в республиканском конкурсе «Фуруг Супейдоной Китобас». Я очень благодарна нашему президенту Эмомали Рахмон, что устроил такой конкурс, в котором каждый ученик, взрослый, дети, все могут показать свои таланты, все могут читать разные книги. В каждой номинации имеются свои писатели, авторы, самые разные, и это очень хорошо. غالیبیت مبارک باشد. تشکر زیاد. خود را معرفی می‌کردید. من کامیل حسین‌آلا خواننده صنف 9 گیمنازیum رقم 4 شهر خوجند ولایت سوغد میباشم. سال جاری بار 4 است که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است از نمینات خواندن و از بر کردن آثار ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم و در مجموع باشد از همه منطقه‌های جهانی زیاد از 250 نامگاه آثار نظمی و نثری را خوانده مطالعه کردم. من سراول میnnتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان، کودکان، نورسان 9 و 3 سال چنین آزمون‌ها راه اندازی کردند که ما در این آزمون‌ها آمده شرکت می‌ورزیم و 9 و 3 از آنی که شرکت ورزیده از دانش و ملکه خویش باخبر می‌شویم و چنین جایزه‌های قدردانی می‌شویم. بعد از تلاش‌های 4 ساله امروز به نتیجه نایل گشتید. چه حسیات دارید؟ چطوری که شاعر میگوید در پس هر گریه آخر خنده است، مرد آخربین مبارک بنده است. ما زینه به زینه گذاشتیم. هر سال ما تا رفت حرکت میکردیم تا اینکه دانش و ملکه خویش رو زیاد گردانیم. هر سال که ما 3 سال بعد از 3 سال پی هم آمده در سال 4 جا گرفتیم، یعنی حسیات‌های ما هر سال دیگرگون میشد و ما پیوسته کوشش میکردیم باز هم بیشتر حرکت کنیم، کمبودی‌های خود را اصلاح کنیم و این لحظه باشد ما این روز غالب هستیم و من کوشش میکنم و فکر میکنم که این همه کوشش و زحمت‌های 4 ساله من برباد نرفتن. دستوار مبارک باشد. تشکر زیاد. من اسماعیل و عزیزخان انیس جانوردم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه ظفرآباد می باشم. امروز خود را یکی از خوشبخت‌ترین نسل نورس تاجیکستان عزیزمان می حسابم، زیرا
در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که با تشبث با بایجان عزیزمان تشکیل شده است. اشتراک نموده جای دوم را سزاوار گشتم. من بیشتر منتداری خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمونها را تشکیل نموده‌اند. غالبیت مبارک باشد. رحمتی کام تشکر. خود را معرفی میکردید؟ من خلمراد واشکرانه در نامیناسی ادبیات جهان سزاوار جای اول گشتم. از اونی که سزاوار جای اول گشتم خیلی خرسند میباشم و من مینداری خود را پیش از همه به تشکیل کنندگان آزمون فروغ سپیدانای کتاب است میرسانم و آرزو مندم که باز هم این آزمون هایی که دانشجویان و مکتب خوانان و اینچنین دیگر نمایندگان کسب و کار را جواب مینمایند خیلی زیاد گردد. این اقدام پیشوای ملت خیلی خوب می باشد و من خیلی پسند است. اینچنین مینداری خود را با معلمای محترم خود مینیسا بکای و توگالونا رساندنی هستم که در تیاری من به نهایت زحمت کشیدند. چند سال شد که شما در آزمون اشتراک میکنید؟ من سال دوم است که در این آزمون اشتراک میکنم و خوشبختانه در سال دوم سزاوار جای اول گردیدم. زحمت 2 ساله شما امروز ثمره به بار آورد. چه حسیات دارید؟ بله احساساتی خیلی خوش است. در هیجان هستم و خیلی هم خرسند میباشم که چنین آزمون ها برای ما دانشجویان تشکیل کرده شد. اکبرزاده ابومسیم هستم، خواننده صنف 8 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه اینواسیونی دوشنبه نزد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. و امروز یک روز خوشبختی، فرح و شادی است، چون که امروز آن زحمت هایی که ما 1.5 سال کرده ایم طی شد و عاقبت ما نیز غالب گردیدیم. غالب گردیدن در چنین آزمونی با نفوذ این یک احترام، یک شرف، یک قدر و قیمت است که می تواند که این قدر و قیمت ما را تا به آخر نگه دارد. و من خود طبق نظامنامه از 4 نامینه تیار شده بودم و طبق نظامنامه 100 غزل، 100 رباعی و 2 بیتی، 500 بیت داستان، 20 رمن، 20 رمن، 57 پاویست قصه و پاویست و 150 حکایه و همزمان از آثار شفاهی 100 افسانه، 100 لطیفه، 100 ضرب المثل و مقال، 100 چستان و 100 تیزگویک را از بر نموده و همچنین از رباعیات آثار شفاهی 4 درویش، سرگذشت حاتم تای، 40 طوطی و همچنین رباعی های خلقی را از بر نموده. خوب، بعد از زحمت های زیاد به مقصد رسیدید. چی حسیات دارید امروز؟ امروز حسیات من خیلی شاد، خیلی فرح، همچون یک فرح دارم که هیچ وقت این گونه فرح را نداشته بودم و این فرح را یک وقتها در دور شهر، دور سیوم، وقتی که غالب جای یکم گردیدم، در همان وقت یک فرحی داشتم که آن گونه فرح را خود تصور کردن نمیتوانستم. وقتی که من جای یکم در دور سیوم همچون با یک خرسندی، با یک افتخار، با یک شکوه و شهامت می برآمدم، این یک نماد افتخار، یک شکوه و شهامت و این خیلی به من فرحی زیاد میبخشید. بار دیگر غالبیت در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است. مبارک باشد. تشکر زیاد و به تمام غالبان دور 4 آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است. غالبیت به همه آنها مبارک باشد. سلامت باشید. شاه جایزه آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است. از نامیناسیای ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی در سال 2024 خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شهر کلو حسنова ملیکا، آموزگار رستمشاه جهانگیر. مبارک باشد.
از نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک در سال 2024 خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 ناحیه واسه شریفزاده سلطنت جایزه مبارک باشد. مبارک باشد. یکی از نفرانی که در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است سزاوار شاه جایزه آزمون گردیدند. این خواننده یکی از مسائل تحصیلات میانه از ناحیه واسه ولایت ختلان میباشد. جایزه مبارک باشد. رحمت. چی حسیات دارید؟ خیلی خوشحال هستم که امسال صاحب شاه جایزه این آزمون گردیدم. مینداری خود را سرول به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان صاحب استقلال چنین آزمون ها را در سطح بلند برگزار میگردانند. جواباً به این همه غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده میدهیم که برای باز هم گل شفایی وطن عزیز خود سهم ارزنده خود را میگذاریم. باور داشتید که شما سزاوار شاه جایزه آزمون با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است میگردید؟ راست دیگه با اونقدر باور نداشتم. من صاحب جای اول گردیدم ولی برای شاه جایزه اونقدر باوری نداشتم، ولی خیلی خوشحال هستم که صاحب شاه جایزه این مبارک باشد. سال چندم است که شما در آزمون؟ سال پنجم است که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میکنم. اخیراً بعد از 5 سال نتیجه بله بعد 5 سال بعد تجربه های زیاد ما توانستیم که موفق شویم و نامبرداری ناحیه و ولایت خود کردیم. معلم عزیز مبارک باشد. رحمت. چی گفتن دارید؟ من بی‌حد بسیار خوشحالم. البته ما باور نداشتیم که صاحب شاه جایزه میشویم. الا دوام 5 سال ما کوشش کردیم که با خوانندم البته باز سویه دانش را زیاد کنیم و در آینده ما برای جای هم کوشش نکردیم و کوشش کردیم که همین خواننده من سزاواری جای گردد. مبارک باشد. این دستاورد با تمام معارفچیان ناحیه واسه و عموما ساکنان مبارک باشد. رحمت. بینندگان گرامی، یکی از نفران دیگری که در آزمون سزاوار شاه جایزه گردیدند از شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند. خوب چی احساسات دارید؟ من احساساتی خیلی خوبه دارم. خیلی خوشحال از آنم که امسال نیز توانستم پس از 3 سال غالب آزمون شوم و پس از 3 سال شاه جایزه آزمون را به دست آورم. چی احساسات است؟ چی گفتنی دارید؟ بعد از این قدر دستاورد و بعد از این قدر زحمت ها شما این دستاورد رو یعنی شاه جایزه آزمون رو به دست آوردید؟ بله، من سال دوم است که در آزمون اشتراک میکنم. سال اول سال تحصیلی 2020 اشتراک کردم و در سطح جمهوری سزاوار جای اول گردیدم. پس از 3 سال با تئوری جدی باز به آزمون آمدم، اما نامیناسیم را تغییر دادم. در نامیناسیون کلاسیکی اشتراک کردم و خوشبختانه سزاوار شاه جایزه گردیدم. مبارک باشد. معلم عزیز شما چی گفتنی دارید؟ تشکر زیاد. هر شخصی که در پیش خود مقصد گذارد و چنانه که ادیبان گذشتگان ما گفتند به هر کاری که همت بسته گردد اگر خوری بود گل دسته گردد و البته چون ما کمر همت بستیم البته سزاوار شاه جایزه گردیدیم. تشکر زیاد. مبارک باشد. این شاه جایزه با تمام مردم شریف ولایت مختار کوهستان بدخشان.